لحظه ها من همراه اوستا برای از نل تیار کردیم. یعنی آخر خود رو آن همیشه زدن نل تیار میکنیم. بار که کم طرف تینتر توال تقریبا 7 کیلوگرم وزن دارد. این لحظه ها اوستا حسین به ساختن نعل اسب مشغول است. واسطه های مهنت تنوری علاوی، شمال پفکنک، بلغه، کوال، دستان و هنری اوستا می باشند. در ساختن نعل اشیا و آهن خام استفاده کرده با چنین اصول از آن نعل می سازد. از سال 1996 تا اینجا با این کار مشغولم. چی چیزا تیار میکنین؟ ما در اینجا بسیارتر نعل اسب وقتی سزون درا شد دوست فرمایش میشوند. و مثلا کلمه خبر هر چیزی که بابا فرمایش کنم با اجرا میکنم. درآمد هست شکر خدا زندگی از همین روی همین کسبه میره در همین هنر مردمی در شکست با آنانا درآمدگی است. مثال با دستگیری پیشوای ملت ما همین کارو ادامه داده ایستادیم. در دهه اولی چدره ناحیه بلجوان استخانه حسین خاکسارانه ساخته شده است. تاریخ بنیادش از 100 سال زیاد است. از همان دوره بابا و بابا کلان تا او امروز اینجا همه روزه علو علنگش خاموش نشده است. اوستا با باوری میگوید که من بعد نیز استخانه هزار ساله های دیگر باقی خواهد ماند. فرزندان کم کم در وقت روزای استراحت میرن توجه دارن. یعنی این میراث این هنر شما میراثی میراثی بعد شما هم ادامه بعد میدید. فرزندان شده ادامه میدن. آهنگری شغل یگانه حسین در دهه است. از درآمد آن زندگی خود و عائله‌اش را پیش میبرد. ماه اکتبر وقتی موسم کاری اوستا است. در این دوره بسیارتر چواندازان برای نعل زدن سوم پای اسب‌هایشان مراجعت میکنند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه بلجوان برای برنامه اطلاعاتی نوید.